خواهرم، پیامبر خدا صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند، مبادا از جمله زنان دوزخی باشی. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می‌فرماید: دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه دوزخی زنانی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس پوشیدند که تنگ و تنوک یا نیم برهنه است. این حدیث در روایت احمد و ابن حبان با چنین الفاظ آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می‌فرماید: چو این زنان را لعنت کنید زیرا آنها لعنت شده اند. خواهرم، حالا هم دیر نشده است. نوالهایت را از شبکه‌ها پاک کن، توبه کرده به سوی الله بازگرد، مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که توبه نکرده باشی. به خاطر دنیای دو روزه آخرتت را برباد مده. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم.